اولین کسانی که در روز قیامت الله تعالی در مورد اونها قضاوت میکنه سه نفر هست. اول شخصی که ظاهرا شهید شده و الله تعالی را میاره و بعد از اون نعمت‌های خدا بیان میکنه و بعد از اون نعمت‌های الله تعالی را او قبول میکنه و میشناسه. بعد از ازش پرسیده میشه که پروردگار برای تو انقدر نعمت‌ها را داده بود، حالا تو چی کردی؟ او چی میگه پروردگار ما در راه تو جنگ کردم تا هنگامی که شهید شدم. قال کذبت، الله تعالی برش میگه دروغ گفتی. خیلی خطرناک است که یک نفری زندگی خود را در مبارزه سپری کرده باشه و پیش خود فکر بکنه که این من شهید هم هستم، در روز قیامت در اونجا پیش پروردگارم میگه پروردگار ما در راه تو جنگ کردم تا اینکه شهید شدم. در اونجا پروردگار برش میگه کذبت، دروغ گفتی. خیلی خطرناک است. الله تعالی امر میکنه اینا گرفته میشن و بر رویش به طرف جهنم کش کرده میشه. تهدید بیشتر از یک نفر در شما مثلا خواسته باشین به یک جای ببرین اما میشه که سر پاش ببرینش، اما وقتی خواسته باشین خوبی را تهدید بکنین، خوب عذابش بدین، خوب شکنجه بدینش، خوب اهانتش بکنین، بر رویش کش کرده میبرین. تو به خاطر از جنگ کردی که مردم بگن قهرمان و شجاع هست و این برای تو گفته شد، اما عالی را بر ملائکه ها امر میکنه که بر رویش کش کرده به جهنم بندازنش. و دیگه و رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، علم را یاد میگیره و قرآن را میخونه و قرآن را بر مردم تلاوت میکنه. بعد از الله تعالی از او پرسان میکنه چی کردی؟ من مردم علم رو تعلیم دادم، قرآن را خواندم. الله تعالی برش میگه قال کذبت، دروغ میگی. تعلیم دادی علم بر مردم که بگن فلانی خیلی عالم است، خدا تو میفهمه و تو کذا و تو کذا. تو قرآن را قرائت کردی که مردم میگه فلانی خیلی قاری هست، خیلی مش نفهم خوب صدا داره، خیلی خوب صوت داره، خیلی چی میکنه و برای تو این گپ گفته شد. هدف تو از امی کار امی بود و این گپ برای تو گفته شد. الله تعالی دستور میده که بگیرن و بر رویش کشکده به جهنم بندازنش. الله تعالی ما شما را از این حالت نجات بده. خیلی خطرناک است، یعنی واقعا انسان باید بترسه و این تهدید بر هر انسانی متوجه است، بر تک تک از ما شما هم است. شیطان در هر حالت انسان وسوسه میکنه. اینمی موارد الله تعالی ما را حفظ بکنه. و الله تعالی کس مرد دیگه را که الله تعالی برش وسعت زیادی از خیر نصیب کرده و از همه بخشای مال برش داده، از اون هم پرسیده میشه تو چی کردی؟ اینقدر الله بر تو نعمت های زیاد نصیب کرده بود. میگه پروردگارا هیچ چیز نبود که تو در راه تو در اون مورد دزد داشتی که انفاق مگر که من در اون راه انفاق کردم. قال کذبت، بعد از این هم گفته میشه دروغ گفتی. تو این کار کردی که مردم میگه فلانی خیلی سخی هست، اینقدر در راه الله انفاق میکنه و تو میکنه و این هم گرفته میشه و بروش کش کرده به جهنم انداخته میشه. خطر ریا تو اینمی حد خطرناک است که وقتی یک نفر زندگی خود را هم در مبارزه سپری میکنه و باز در امیر راه مبارزه کشته میشه، در روز قیامت پیش پروردگار هم استاد میشه. وقتی پروردگار هم از او پرسان میکنه که چی کردی، امی گپم میگه خدای مرا در راه تو جنگ کردم تا ای که کشته شدم، پروردگار برش میگه دروغ گفتی. یعنی انسان ریاکار تا اونمو وقتم خود ریاکار نمیدانه، فکر میکنه به خاطر الله کار کردیم، اما الله تعالی نیتش خوب میفهمه.